سوره عبسه جزء 30 آیه 1 تا 42. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولی، چهره در هم کشید و روی برگردانید. ان جاءه الاعمی، از اینکه نابینا به نزدش آمد. و ما یدریک لعله یزکی، ای پیامبر چه میدانی شاید که او پاک میشد. او یذکر فتنفعه الذکری، یا پند گیرد و این پند به او نفع میداد. اما من استغنا، اما آن کس که بی‌نیازی نمود. فانت له تصدی، پس تو به او روی می آوری. و ما علیک الا یزکی، در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد چیزی بر تو نیست. و اما من جاءک یسعی، اما کسی شتابان به سراغ تو می آید و هو یخشی، و او از خدا می ترسد. فانت عنه تلهی، پس تو از او غافل می شوی. کلا انها تذکره، هرگز چنین نیست، بیگمان این سوره تذکر و یادآوری است. فمن شاء ذکره، پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه، در صحیفه های پر ارزشی ثبت است. مرفوعة مطهرة، بلند پایه و پاکیزه. بأيدي سفرة، به دست سفیران وحی است. كرام بررة، بزرگوار و نیکوکار. قتل الإنسان ما أكفره، مرگ بر این انسان چقدر ناسپاس است. من أي شيء خلقه، خداوند او را از چه چیز آفریده است. من نطفة خلقه فقدره، او را از نطفه‌ای ناچیز آفریده است، آنگاه او را موزون ساخت. ثم السبیل یسره، سپس راه را برای او آسان نمود. ثم اماته فاقبره، آنگاه بعد از پایان عمر او را میراند، پس او را در قبر پنهان کرد. ثم اذا شاء انشره، سپس هرگاه که بخواهد او را زیاده می کند و از قبر برمی انگیزد. کلا لما یقض ما امره، هرگز چنین نیست که او میپندارد. او هنوز آنچه را که خدا فرمان داده به جای نیاورده است. فلینظر الانسان الى طعامه، پس انسان باید به غذای خود بنگرد. انا صببنا الماء صبا، بیگمان ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم. ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین را به نیکی شکافتیم. فانبتنا فیها حبا، آنگاه در آن دانه های فراوان رویاندیم. وعنبا وقبا، و انگور و سبزی بسیار. وزيتونا ونخلا، و زیتون و نخل. وحدائق غلبا،
و باغ‌هایی پردرخت وفاكهة وأبا و انواع میوه و علوف پدید آوردیم متاعا لكم ولأنعامكم همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. فإذا جاءت الصاخة پس هنگامی که آن صدای مهیب فرا رسد يوم يفر المرء من أخيه روزی که انسان از برادرش می گریزد وأمه وأبيه و از مادرش و از پدرش وصاحبته وبنيه و از زنش و فرزندانش نیز می گریزد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد. وجوه يومئذ مسفرة چهره‌هایی در آن روز گشاده و روشن است. ضاحكة مستبشرة خندان و شاد است. ووجوه يومئذ عليها غبرة و چهره‌هایی در آن روز غبارآلود است. ترهقها قترة سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است. اولئك هم الكفرة الفجرة اینان همان کافران فاجرند.